سلام بچه ها، من اندروکرافت هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خب بچه ها، من توی این ویدیو قراره آموزش چگونه اسکین زدن به ماینکرافت رو یاد میدم. خب این کار دو تا راه داره، دو تا راه ولی متفاوته. بذارید به شما دقیق بگم. سمت راستی برای ساختن اسکینه، سمت چپی برای درست گرفتن اسکینه. اول از هم من ساختن اسکین رو میگم، یعنی اسکین ادیتور. با این برنامه شما میتونید اسکین خودتون رو بسازید. حالا اسکین منه دیگه، خیلی شیک و باحال. خب بچه ها، به شما الان من قرار یاد بدم که چگونه اسکینتون رو بسازید. تک به تک دکمه رو به شما میگم. گزینه اول همون مداد هستش که خودتون میدونید برای چیه، برای نقاشی کردنش. خب گزینه اولم که اینه، برای به شما بفرست، به شما نشون بدم دقیق. این گزینه. خب با این گزینه شما میتونید کلی حالت، یعنی مثلا پای راستشو بدارید، مثلا دست چپشو، دست مثلا سرشو، پای راستشو یا شکمشو میتونید کلن بزنید. یعنی 300 با دکمه مداد زمان نکشید که یه قسمتشو کامل رنگ کنید. خب این گزینه که تک رنگم، گزینه انتخاب رنگ هستش. گزینه بالایی برای تغییر رنگه که یعنی تونشون رو دقیق تر میتونید چیز کنید، تون دقیقه. گزینه پایینی هم برای اینه دیگه که خودتون فکر کنم فهمیدید، انتخابشونه. یعنی اگه بخواید زرد انتخاب کنید، نارنجی انتخاب کنید و اینا. اگه بخواید تون دقیق انتخاب کنید، یعنی تون دقیقشون، گزینه بالایی مناسب تره. اگه میخواید یه رنگ دقیق انتخاب کنید هم همین گزینه ها بهتره. خب گزینه بعدی هم اینه که ما میتونید رنگ بگیرید. منظور از رنگ، به سمت چپی دقت کنید. من مثلا به تیشرت سفیدش دست میزنم، رنگ سمت چپی سفید میشه، یعنی رنگش میشه سفید. یعنی رنگی که زدیم رو میتونیم بازم به سرش اینا بزنیم. یعنی من مثلا رنگ پوستشو زدم، سمت چپی شد کرمی. الان من مثلا اگه بخوام رنگ کفشاشو به سرشم بزنم، الان من مثلا به پاش دستم رنگش شد سفید. با اون میتونم با رنگ دقیق پاش بقیه قسمتاش هم رنگ کنم. خب گزینه بعدی هم این دوتا گزینه هستش که خودتون میدونید، یه دونه برگشت به عقب و یه دونه برگشت به جلو. اونا رو خودتون میدونید چیه. گزینه بعدی هم که خیلی معلومه، پاک کردنه، که میتونید پاکش کنید. حالا پاکش کردن حالا داره سفیدش میکنم. گزینه بعدی هم دارم قشنگ خراب کردیم. خب گزینه بعدی هم که گزینه بعدی هم لباس هستش که شما با آدمتون میتونید لباس بزنید. اگه رو دکمه‌اش بزنید صفحتون این شکلی میشه که شما میتونید با آدمتون لباس بزنید. ولی من به این جور کارن احتیاج نداشتم، من خودم ساده کردمش. میتونید یعنی مثلا بذارید به شما نشون بدم. خب مثلا اینجای سرشو مثلا که داریم رنگ میکنیم، از بالا نگاه کنید، یعنی به شکل لباس داره دیده میشه. از اینجا نگاه کنید،
ناکن اصلا دیده نمیشه. لباس دیگه یعنی مثلا برای اینکه کلاه اینا بزنید این گزینه بهتره، ولی من نیاز نداشتم برای لباس زدن از اینا استفاده کنم. من ساده کردم کلی آدممون دیگه. خب گزینه بعدی هم که گزینه اینه. این یکی از مهمترین گزینه هاست که قسمت های داخلی بدنتون رو کنید. مثلا شکمتون رو حس میکنید دیگه، مثلا شکمتون یا دست و پاتون رو میتونید حس کنید. حالا این برای چیه؟ این برای خود ماینکرافت اگه اینجوری بکنید اینجوری نمیاره تو ماینکرافت. این برای اینه که مثلا قسمت های داخلی یعنی داخل دستش، داخل سرش، ایناش هم رنگ کنید. بچه اینا رو لطفا انجام بدید چون که موقعی که میدوید، یعنی مثلا بذارید به شما نشون بدم. خب مثلا ببخشید، خب برای اینکه اینو رسیتش کنید دکمه بالا، دکمه علاوه رو میزنید، دکمه اسکین رو میزنید که آدمتون از اول میشه. خب الان به شما توضیح بدم منظور قبلیمو. خب مثلا الان شما همه جای بدنتون رو رنگ کردید. بذارید این لباس رو حذفش کنیم. خب الان شما همه جای بدنش رو رنگ کردید. خب موقعی که ما میایم گزینه یه دونه پاش هست میکنیم، دقت کنید نکن داخل پا شد، داخل شکمش هم هست، یعنی این شکلی میشه. الان شما فکر میکنید که الان من مثلا کامل مثلا من رنگش کردم، ولی اشتباهه. نکن الان کامل همه جاش رنگیه الان شد، ولی موقعی که الان مثلا شکمتون رو حس کنید دقت کنید قسمت های داخلی بدنتون هم میمونه. نکنید این قسمت ها هم باید رنگ کنید. حالا چون این گزینه مهمه به خاطر هم به شما چند بار تکرار کردم. گزینه بعدی هم گزینه اینه که شما میتونید با این گزینه بیاین تو گالری سیوش کنید. آخر میگم بعد از اینکه تو گالری سیو کردن چجوری بزنید تو ماینکرافت. خب این گزینه هم که شما با این گزینه میتونید آدمی که سیو کردید و بازم بیارید تو این برنامه که تغییرش بدید. با این گزینه هم شما آدم که دوست داشتید و میتونید بزنید به این برنامه. یعنی من مثلا هروبراین نوشتم، حالا هروبراین نوشتم نفهمید، حالا من هروبراینش اشتباه نوشتم، به من این آورد. میتونید شما اسم آدمی که دوست دارید رو بزنید و شما خودش رو بیاره. حالا ببینم مثلا من دریم نوشتن میاره. آها مثلا من دریم نوشتم به من دریم رو آورد. اینجوریه، آدمی که دوست داشتید رو میاره دیگه. خب فهمیدید فکر کنم. برای سیو کردنش هم شما میاید حالا یه بار دیگه شما میاید این گزینه میزنید، گزینه سیو تو گالری میزنید، بعدش سیو میشه. بعدش میرید به ماینکرافت، میاید اون گزینه رو میزنید که سمت چپی معلومه. بذارید به شما نشون بدم. این گزینه رو میزنید که این
روش این عکس رو داشته باشه. حالا سمت چپ معلومه دیگه. حالا من چون که چیزه نمیتونم اونجا رو نقاشی کنم قسمت سمت چپه، به خاطر همون این دقیق نتونستم بهشون نشون بدم. گزینه چنج کلاسیک اسکین هم میشه دیگه، بزنید. خب شما میاید این قسمت اینو میزنید، بعدشم میاید این قسمت رو میزنید که اگه این قسمت رو بزنید به شما گالریتون رو میاره. با آدمی که تو گالری سیو کردیدتون میتونید بزنید تو مایکرافت. بعد اینکه تو گالری سیو کردید، یعنی منظورم از گالری که زدید آدمتون رو، به گالری رفتید آدمتون رو زدین، دو تا گزینه میاره. یکیش آدمتون چاقشه، یکم آدمتون لاغرشه. لاغرش یکم چرته، به خاطر همون چاقش رو بزنید بهتره. خب الان رفتیم گزینه دوم، یعنی برای کسی که حوصله ندارن آدمشون رو بسازن، میای گزینه مستر فورماید رو بزنید که توی اینجا هر چی خواستید از مپ یا هم نو یا هم اسکین، هر چی خواستید میتونید بزنید به مایکرافت، اونم رایگان. بعضیشون حالا پولی هن، پولش هم اینجاست دیگه. به شما روزانه پول میده این برنامه از این پولا، از این سکه های بالایی منظورم. چون بعضی از مپ هایی که میگیرید پولیه سکهیه، به خاطر همون روزانه به شما از سکه ها میده. حالا همه اسکینا ولی رایگانن، اسکینا همه‌شون رایگانن. شما میرید تو قسمت اسکینا، حالا برای کسی که نفهمیدن اسکینا اینجاست، اسکینز. اینجا مانستر هست، گرل هست، بوی هست، یا شخصیت های انیمه ای یا مارول، شخصیت های بازی، حیوان، سرباز، هر چی خواستید هست. خب اینجا هر چی خواستید هست. بعدش که مثلا آدم که دوست داشتید رو میزنید، مثلا من آرنگولا زدم، شما این گزینه رو میزنید، بعدش میاد میزنید، بعدش بازم میزنید. یه دونه گزینه گالری، یه دونه گزینه مایکرافت. حالا شما چون که بخواید به مایکرافت بزنید اینو، این اسکینو، به خاطر همون گزینه مایکرافت پی رو میارید. اگه بخواید این اسکلتون بفرستید به دوستتون که اونم از گالری بزنه به مایکرافت، گزینه گالری رو میزنید، گالری رو میزنید میفرستید به دوستتون از گالری میزنه به مایکرافت. حالا اونم به شما اولا گفتم. بچه‌ها اینم از این راه حل. خب بچه‌ها من اولین اسکین که گرفتم چیز بود دیگه، یعنی اسکین گرفتم دیگه. اون من چون که اندرمن رو بیشتر دوست دارم، به خاطر همون اسکین گرفته بودم اندرمن بود. ولی بعدش چون که قرار بود چنل بسازم، به خاطر همون اسکین هم دیگه ساختم، اونم بکنم که اسکین ادیتور. اسکین هم اندرمن نیم است دیگه، اندرمن نصفه که به شما هم نشون دادم. خب بچه‌ها ممنون که ویدیو را کردید. اگه خوشتون اومد لایک و ساب کنید. اگه خوشتون لایک تو کامنت ها اشکالاتش رو بنویسید. حالا من فکر نکنم اشکال داشته باشه، حالا برای احتیاط. ممنون که ویدیو را کردید. امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی ببینم تو. فعلا